شیوا بیهوش شده. خیلی خوب جا شدیم ولی درود خوشگلا، خوشمندیم به یه ولاگ دیگه با من. امروز اومدم خونه شیوا، قرار خریداشو آنباکس کنه. یکم صدام بد میاد چون یکم سرما خوردم، از الان معذرت میخوام. بریم ببینیم دیگه خریدای شیوا رو. خانم من میتونی تشریف بیاری؟ داره آرایش میکنه. آنباکس خریدهای شیوا از ترکیه. خب سلام. بعد از برداشت 1300 خورده ایم خرید خاصی نداشتم. خب یه دونه از این اسپری انگلیش هم گرفتم، اسپری خوشبو کنندش. دلیل اینکه این اسپری به خاطر اینکه یه دونه تو سالن داشتم رفتم اونو پر کردم. یه دونه بادی میستش رو گرفتم، وایت فلاورز. این خیلی خوشبوه. رو شایلن هم خالی کردم، 1000 بار اصلا بوش نمیمونه. از این نظر اینو خیلی دوست دارم و پیشنهاد میکنم. بوش نمیمونه چرا بخرن؟ خیلی بوش خوبه، چون همه چیزایی که من پیشنهاد میکنم بوشون خوبه ولی نمیمونه. یه چند تا چیز از سفورا خریدم. تو گروه نمی‌صرفه ها میذاریم اونو. یه چند تا چیز از سفارا خریدم. اینقدر سفارا ترکیه گرونه و گرون تنم شده خیلی نمیارزید که بخرم، ولی چون من قبل از اینکه برم داداشم اینا برام سوغاتی آوردن خیلی خرید نداشتم. یه چند تا چیز میز خریدم. یه نگه داد تو خدا نندازی. یه دونه روژگونه هاوس لبس گرفتم، یه دونه هم کانسیلرش رو گرفتم. کانسیلرش رو باز کردم دارم استفاده میکنم. این جعبه‌ش فقط. بعد بهترین چیزی که تو این سفر خریدم پلسای تام فورده از این سری سولویشه. حالا بعدا برای پیج خودم آنباکس میکنم. این لیاقت یا آنباکسینگ درست درمون داره. $100 پول اینو دادم، $93 بود. خب این نصف پولم که برای این رفت. بعد یه چند تا چیز از گراتیس گرفتم. البته یه چند تا چیز نه، فقط یه چیز گرفتم. این کرم پودر میبلین رو گرفتم، مدل سرامیش اسمش سوپر استیه. داشتی یه مدل دیگه شو داشتم، لورال داشتم. اینو میگن خیلی خوبه، حالا تست کنم ببینم چجوریه. یه چند تا محصول کره گرفتم. یه دونه استور میشا باز شده توی تاکسی من که قراره بریم استانبول. اون خیلی چیزای خوبی داشت. من واقعا نمیدونم کجا رو باید نگاه کنم. آخه ما 1000 بارم تیکر چون گرفتیم من ریاکشنم تمام شده. بخاطر همین پوکرم. ببخشید. یه پلسایه گرفتم از برند پرا که این کره فکر میکنم آره. خیلی خوشگله بچه، نگاه کنین رنگاشو. بعد این 1000 لیره هم نبود، 970 تا اینا بود. خیلی نازه. اینو برای سالن گرفتم در واقع. حالا شاید خودم زدم، معلوم نیست. سالن من نداریم بالاخره. از وقتی سالن زدم همه لوازمشم سالن. دو تا هم روژگونه گرفتم از ایپیو که شماره PK03 و PK02 رو گرفتم. فکر کنم اونی که به تو دادم 2 بود. این پکیجش تغییر کرده، خیلی خوشگله. ببین واقعا قیمتش هم خوب بود. بعد کلا این برند رو خیلی دوست دارم. نه این تینت نیست، روژگونه است. این تینت ولی پیگمنتش زیاد میمونه. نه آبکیه منظورم. آره بافتش آبکیه ولی خیلی خوشگله. اینا رو خریدم. دیگه چی خریدم؟ دیگه چی خریدی خانم؟ یه چیز خاص. یه ذره لباس خریدم که بیشتر شلوار خریدم چون من زیادی بلندم، برام شلوار عادی پیدا نمیشه. هر وقت من آنلاین میگیرم مشکل سایز دارم دیگه. کاش پشه ها برم. شلوار گرفتم دیگه. شلوار رو نشون بدیم یا شلوار رو نشون نمیدم. یه چیز جذاب. یه شومیز گرفتم، مثلا اون رو نشون بدم. شومیز رو من ندیدم. این یه دونه شومیز زارا گرفتم، خنک کمی. چه بخرج اسش. قیمتش هم خوب بود، 1800 تا. فقط سایزش خیلی بزرگ بود دیگه. مثلا من میدیوم گرفتم اینو، وگرنه من همیشه لارج میپوشم. اینو گرفتم دیگه. یادم تاپ ماپ گرفتم که اونا رو تو پیجم گذاشتم، استوریامو ببینین. هایلایت باید بذاریم همون استوریات. آره باید هایلایت کنم. یه چیزایی که گرفتم خیلی قابلیت پخش شدن ندارن به دلیل شونات اسلامی. همین معذرت میخوام. تا درود دیگه بدرود. ما عکاسی داریم. چی میگیری؟ آره عکاسی دارم. به هلندرده داری میگیری. آقا من اومدم خونه یه قهوه برای خودم درست کردم. الان منتظرم شما میخواد بیا خونمون، میخواد بشینیم اشغال. بعد صدام اصلا انگار صدا خودم نیست، خیلی معذبم.
خب بچه شیوا رفت. متاسفانه ما انقدر غرق در صحبت میشیم که حرف زدن با ویدیو گرفتن یادمون میره. ببخشید ما هم یکم جوری دست چون خوش نکردم. من یک شروع دپرسم. واقعیتش این مدت که اینترنت ها وصل شده من بیشتر توی اینستا سکرول میکنم، خیلی چیزای دیگه، و هم از خوابم دارم میزنم، هم از روتین کتاب خوندنم فلانم، همه چی. یعنی ببین ساعت خوابم که داغون، بیدار شدنم هم قبلا مثلا 8 صبح میرفتم باشگاه، هنوزم همون تایما میرم ولی مثلا 3 میخوابم. یعنی ساعت خوابم داغون، خورد و خوراک هم داغون، زبان خوندنم داغون، همه چی. پس دارم افسرده میشم چون دارم میبینم این کارهایی که قبلا انجام میدادم، روتینی که داشتم رو دارم انجام نمیدم، دارم افسرده میشم. هر روزم میگم فردا فردا فردا. بعد من از تا سالنامه هم نگرفتم، گفتم ای فلان سال عوض شدم. ممکنه منظورم فهمیده باشیم ولی اون کسی که باید بفهمه نفهمه. بعد هیچی، فردا میخوام فقط برنامه ریزی کنم. امروز رو میخوام دیگه ساعت 12:01 خب امروز یکم چیل میکنیم، آخرین روز چیل. بعد فردا میخوام برنامه ریزی کنم و به همشون عمل کنم، امیدوارم، چون هر روز همین چیزا رو دارم میگم ولی دیگه واقعا دارم افسرده میشم و اگه انجام ندم قطعا داغون میشم بیشتر از این. فردا پس برنامه ریزی میکنیم. امروز ولاگ به پایان رسید، واقعا معذرت میخوام، چیز خاصی نداشتیم امروز. افسردگی، همش افسردگی. بعد عرضم به حضور شما که الان خیلی گشنمه چون نتونستم نهار این آدم بخورم. الان میخوام ساندویچ بخورم. بعد دیگه فردا ورک میخوام زبان بخونم. الان برنامه ریزی نمی کنیم. فردا بوس به کلتون، شبتان بخ. درود بر ساندویچ کثیف. جیم دانمارکا صرفا سخت‌ترین کار باشگاه اومدنش، یعنی وقتی میای خیلی حالت بعدش خوبه. خب بچه ها نیم ساعت بعد جیم خوابیدم. الان میخوام برنامه ریزی کنم. گفته بودم بهتون سالنامه نخریدم امسال، یه دونه پلنر از قدیم داشتم، فعلا میخوام توی بنویسم، کلا خالیه. چون آخه الان سالنامه بخرم اون ماه‌های اولش که خالیه خیلی اذیتم میکنه. و اینکه خب برنامه‌ریزی منم خیلی ساده است، یعنی تنها کارهایی که میخوام انجام بدم و مینویسم، مثلا باشگاه، تیک فلان. من توی یکی از پادکست های جافکری که مهمونش دایی بود اگه اشتباه نکنم شنیده بودم که مثلا اگه میخوایم برنامه ریزی کنین شب قبلش این کارو کنین، چون مغزتون برای اون کارهایی که فردا میخواین انجام بدین آماده بشه. حالا ما شب این کارو نکردیم ولی انشالله امشب برای فردا انجام میدیم. خلاصه که الان میخوام برم برنامه ریزی کنم برای امروزه. خب بخوام از خودم یه آپدیت دیگه بدم اینه که من قبل نهار تو برنامه هم این بود که زبان بخونم. یه کوچولو قبل نهار خوندم، الان میخوام دوباره بخونم. بعد گفتم که کتاب، بعد اون احتمال کتاب بخونم و دیگه تا 9 شب تقریبا اینا رو تموم کنم که برسم به سریال نگاه کردنم و دیگه بخوابم. امروز میخوام زود بخوابم
چون تو برنامه هم نیست، ولی میخوام زود بخوابم به امید خدا. یه چیز دیگه خیلی فکرمو در این مدت درگیر کرده اینه که مگه نمیگفتن 2 هفته از چیزی که میخوای ازش دور شی دور بمون و دیگه سراغ اون کار نمیری. خب الان ما چند ماه 3-4 ماه از اینترنت دور بودیم دیگه. خب چرا ما هنوزم داریم اسکرول میکنیم؟ پنجره رو باز کردم، معذرت میخوام. چرا؟ بعدش نشستم فکر کردم، جدی دارم میگم، نشستم فکر کردم و به این پی بردم که من قدیم هم از اینترنت وقتی میخواستم دور بشم یکم مثلا به خودم میگفتم فلان تایم تا فلان تایم نرو، نمیرفتم خب و عادت کرده بودم. ولی این نظر خودم بود، خودم میخواستم که این کار رو انجام بدم، ولی چون ما چند ماه خواسته خودمون نبود که دور بشیم یکم عقده‌ای شدیم طبیعتاً. فکر میکنم که دلیلش این باشه چون قبلا وقتی از چیزی 1 هفته یا 2 هفته دور میموندیم بهش عادت میکردیم، ولی الان واقعا همه عقده‌ای شدیم و دوست داریم که بیشتر اسکرول، بیشتر اکسپلور، همه، یعنی واقعا همه همینن و این داره خیلی اذیت هم میکنه چون تو زندگیم داره تاثیر میذاره. ولی خب فکر میکنم که دلیلش این باشه، چون فکر کردم گفتم به شما هم بگم اگه نمیدونین دلیلش چیه، دلیلش اینه بچه‌ها، چون ما خودمون تصمیم نگرفته بودیم که اینترنت نداشته باشیم و چون محروم مونده بودیم یکم عقده‌ای شدیم که کاملا طبیعیه، فقط باید الان مدیریت کنیم که اون اتفاق دوباره نیفته. درود بچه ها، خوش اومدین به روز 3 ولاگ. بچه ها من دیروز ساعت 11:30 شب قشنگ بیهوش شدم. یه 40 دقیقه اینا سریال دیدم، بعدش گفتم کتاب بخونم، 2 صفحه کتاب داشتم میخوندم، اصلا چشام بیهوش شد. بعد دیگه گفتم بخواب عزیز، تو که همیشه غر میزدی که دیر میخوابم، الان که خوابت میاد بخواب. بعد 11:30 مثلا بیهوش شدم، خوابیدم. بعد ساعتهای نزدیک 1 یا 2 فکر کنم بیدار شدم، یکم طول کشید تا دوباره بتونم بخوابم ولی خوابیدم. الان ساعت 8:30 من 7 بیدار شدم، دارم میرم جیم. پاشین بچه ها، انگیزه رو آن میکنیم. بچه ها رسیدم، اینقدر هوا خوبه، کاش پیاده میمونم. دوربینم خیلی کسی. من از باشگاه اومدم، هنوز لباسام در نیاوردم، میخوام برم دوش بگیرم ولی گفتم زود بیام برنامه ریزی امروز انجام بدم. دیروزی ها همه تیک، ماشاءالله همه رو تیک بزنم، یادم هست. بازم چون آخه یادم رفت دیشب قبل خواب این کار انجام بدم، قش کردم آخه واقعا. اصلا ببین بچه‌ها، خداوند آرزوی من رو برآورده کرد و من زود خوابیدم دیشب. انشالله امروزم زود بخوابم. الانم میخوام برنامه‌ریزی امروز رو انجام بدم. امروز کلا کار خاصی انجام نمیدم ولی خب امروز قراره با دوستان بریم بیرون. الان میخوام موهامو درست کنم، یک کوچولو هم میکاپ کنم، پس بریم که با هم آماده شیم. خب کادو تولد خود را افتتاح میکنیم. آخه نمیباره. بعد پول بدین تا تادام. خب من آماده شدم، الان منتظرم که بیان دنبالم. چه حسی دارین 1/2 ساعت دیر اومده؟ عالی هستن. به خدا آن تایم دومان. به خدا. رامینا ست شدی. ماچا بیاییم.
آره نگار چه سفارش میده؟ نگار چی میخوای عزیزم؟ بیا انتخاب کن. استیک میخواد بچه. لیمونات برای کدوم عزیزه؟ انشالله. شکلاتش هم مهدیه داده. یه عضومون نیست. آیس شکلات این بود. آیس شکلات اورو متینا انگار متینا سوشا میدونی. ممنونم. مرسی. باقلوات کو؟ یه باقلوامون نیومده. ممنونی. این بود آیس چیت. این یعنی ببین شیک شکلات دیگه. آیس شکلات یعنی نه اون فکرم با آب درست چیز میکنن. اینو با آب درست میکنن. بچه ویدیوهاتون تو یوتیوب میذارم دیگه، راضی باشین، حلال کنین. حلال. کافشون راضی باقلوا. تصور کن اینجا باقلوا. بخور. تصور کن اینجا پاییزه. مرسی. همون همیشگی در خانه. در خانه رایگان اینجا 200,000 تومان. 205,000 تومان. 5,000 تومان. یه کوکیکی یه چیزی می آوردن. کاش یه چی می پختی می آوردی. آوردم بیا. کاش از خدا یه چیزی که می‌خواستی. یه غروب از شیک تو بخورم شیرین شم بعد از این موقع. مرسی. همین داشتم غر میزدم. مرسی. وای. نه مرسی. ممنونیم. وای. کجا حساب کن؟ کجا فامیلو که دادی؟ به همه این کتابا رو میخوام. چی؟ آره نشوندم خبر نداری. آینه. خب بریم دیره. بریم دیره. یاقوت یک جا نشسته. خیلی خوب جا شدیم ولی جدی. آره خیلی خوب. از اون بر خب حرکت کن. نه بسا. بچه مدیه وای گاهی نمیافته. بعد باید نشونش بدم از این زاویه. یک بچه هاشو نشونده داره خیلی راحت. چقدر نرمی بردی. بچه داره سفت میشه تو یوتیوب. بای وای داریم میریم پشت. راننده شوفر ماشینمون جدید شده. یکم استرس داریم مگه نه متینا؟ آخه چون تو دوربین 360 درجه مونی. پیشون من نگذارم شیدن. داریم میریم. ای وای به در و داف بچه ها. یه ماچای دیگه پشت داریم. دعای خیر میکنم براتون به سلامت به خانه برسین. یه آرت بپاشن. خداحافظی کنیم بچه ها. بای بای. خب بچه ها جون به پایان این ولاگ رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دیگه کار خاصی نمی کنم. احتمالاً یکم کتاب بخونم یا سریال ببینم. پس تا درودی دیگر بدرود. میبینمتون.